عاشق شدین؟ واقعا جلوی بابام بعد این سوالو میپرسید. خودشونم شدن؟ نه نه. نه. بله. مگه میشه آدم بله. عاشق نباشه؟ خب دیگه حالا من به خاطر ادب و احترام امشب اینجا بگین. اینجا این همه سال شما پنهان واقعا- کردین، اصلا بگین عاشق شدم. بله مثلا اگه شدین نگرش داشتم تا شما ازدواج کنی مثلا دیگه. الهی بمیرم بر دلش، چقدر صبور بوده. خب شدین؟ هیچ وقت؟ تو هیچ سنی؟ ادامه ندم؟ نه اشکال نداره آدم عاشق بشه بعد